خب بچه همونجوری که میبینید هیچکی اینجا نیومده. این همه برفم فقط دیشب تا صبح زده اینا. و اینکه آره خیلی شدیده. من اولین نفرم که دارم میرم سر کلاس، بچه های دیگه هنوز خوابم. بریم تا بقیه رو هم نشونتون بدم. آره خلاصه اینم ادامه راهه. یه برف بدی داره تو صورتم میخوره. این ماشینه هم من ندیده بودم غیر اینجا جایی. فکر کنم فقط چون اینقدر شدت برف زیاده از این چیزا برای همینجا طراحی کرد. چنگک داره، برفا رو شوت میکنه. خیلی هم باید حواستون باشه رو سرتون نریزه، چون اون یارو نگاه نمیکنه داره چیکار میکنه. در واقع فقط میروبه یا میروفه. برف رو میروبن، یادم نمیاد حالا هر کدومش. خب بچه اینجا که میبینید در واقع الان هیچی نیست. اینجا یه راپله است که ما هر روز صبح میخوایم بریم کلاس تقریبا از اینجا میریم، اما به احتمال 99.9% اگر اینو بخوام برم الان پایین میافتم. پس ترجیح میدم از راهی که ماشینا میرن برم، حداقل زنده برسم. میگن سالم رسیدن بهتر از نه چرت گفتم، ببخشید. خب بچه میخواستم چیزی رو براتون توضیح بدم. در واقع الان میبینین هیچکی تو خیابون نیست به چند دلیله. یکیش این که هیچکی سگ نگرفته ساعت 7 صبح. الان نمیدونم ساعت چند دقیقا، اما الان هیچکی توی این هوا نمیاد بیرون و همه میگیرن میخوابن شاد و خورن و من باید برم سر کلاس. حالا از این بگذاریم، دومیش این که اینجا کلن شهر خلوتیه، آدمیزاد یکم کمه توش و به خاطر همین آره خلاصه متعجب نشویم، آدم هست توش. یعنی لستافاس نیست که مثلا خالی از سکنه باشه، ولی کمه، هست ولی کم است. من بالاخره از یه منطقه رد شدم که آدم بود و اینکه اینجا متاسفانه خیلی حساسن روی اینکه ازشون فیلم نگیریم. آره خاطر همین یه جاهایی رو کلا نتونستم بگیرم، اما از اینجا به بعد زیاد چیزی نیست. صدایی هم که داره میاد ما ممکنه که حتما صدای من نشنوی، صدای تراکتور این بنده خدا داره. بازم دوباره به همین کلمه رسید، میروبه یا میروفه، دقیقا یادم نمیاد ولی بادوندم پیداش کنم. این بنده خدا اصلا فکرش هم نمیکرد از دیشب تا الان ماشینش این شکلی بشه.
اینجا یکی از خطرناکترین جاهایی که توی این آب و هوا میشه توش راه رفت، به خاطر اینکه یک شیب مثل همین الان یک شیب عجیبی داره و اینکه زیرش معلوم نیست، زیرش اصولا یخ میزنه و سر میخوریم و همه هر کی حداقل کسی که اینجا زندگی میکنه حداقل یه بار رو سر خورده مطمئناً، غیر از اینکه دید کفش میخی پاش باشه. آره خب من خودم چند بار سر خوردم، نه یه بار. خب زنگ بیدار باش زدم سر صبح و اینکه همه باید پاشن دیگه شروع شده. اینجا هم هیچکی تمیز نکرده خداش، ولی حداقل یک نفر قبل من رفته تو یا شاید هم اومده بیرون، نمیدونم، ولی فقط میدونم هیچکی تمیزش نکرده. دیگه بریم تو، سعی کنم خوشم، یه مقدار زیادی روم برف نشسته. خب بچه من همین الان که نه یه چند دقیقه پیش که از طولانی ترین کلاسام که فیزیک بود تازه همین الان تمام شد، اما کلی تسک برام مونده که باید الان انجام بدم و اینکه سری سوال بالا دارم که باید بنویسمشون و آره دیگه. اگر شما هم کاری دارید، درسی دارید، نمیدونم پروژه چیزی دارید، بریم با هم انجام بدیم. چه کاره؟ کی به کی هستن؟ همین دیگه. خب الان حدودا دیگه شده ساعت 1 که 3 دقیقه مونده و الان تایم نهاره. اما از اون جایی که رفتم نگاه کردم دیدم نهاری که امروز داریم من نمیتونم بخورم، نهار تعطیله. میریم تا شام. امروز شاید حالا یه تایمی باشه اگر بتونم تسکایی که داشتم رو تموم کنم، میرم یکم بسکتبال، اونجا هم فیلم میگیرم نشونتون میدم. بسکتبال تک نفر خلق کردم، خلق که نکردم، خیلی چرت گفتم، خیلی ها بازی میکنن اما خب زیاد حال نمیده. اما هیچ کی اینجا بسکتبال بلد نیست، هیچ کی. اینم شانس مایه. خب راستش من الان دیگه خیلی خستم، به یه طرز افتضاحی خستم. خاطر اینکه امروز کارام خیلی تمام شد. دیروز سری از کارامو وقت نکرده بودم انجام بدم، اونا اومد رو کارهای امروز هم من الان داشتم همه رو با هم انجام میدادم. با اینکه تموم نشده و
ادیت ویدئویی که حالا تو همین حالا الان دارم یکم سخت دوزی دادنش، ولی ویدئوهای بعدی که دارم میذارم، یعنی ویدئوی قبل این در واقع دارم ادیتمون رو انجام میدم که یکم پیچیده است کارش و آره خلاصه که اینطوری. نمیدونم حال دارم امروز برم بسکتبال یا نه، چون واقعا الان هیچ انرژی ندارم و دوست دارم که خیلی بخوابم، اما الان ساعت 2:30 و من تا ساعت 6:30 کلاس دارم. از همین 4 ساعت دیگه مونده. امیدوارم یادم رفت چی میخواستم بگم. اوکی این بقیه‌اش رو ببینیم. میخوام هم سراغ ادیت ویدیو، چون یه تیکه هر قسمت های ویدیوش اینجا اومد. میگیرم از رو اسکرین فیلم میگیرم.